پهلوانی و دلاوری در تاریخ ایران با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی اشکال و نمودهای گوناگونی دارد. 1. پهلوانانی همچون رستم، گیو و گودرز و غیره که در میدان نبرد حضور دارند و برای ایران جانفشانی می‌کنند. 2. پهلوانان شاطری که با توجه به موقعیت کشور پیش قراول می‌شوند و در مواقع فوق‌العاده و ارتباط مناطق حساس و مأموریت‌های سخت چالاکی و دوندگی پیشه می‌کنند. 3. پهلوانان نیرومندی که برای سربلندی و افتخار ایران در زمان صلح در میدان‌های عمومی کشتی می‌گیرند. 4. پهلوانانی که هنگام تسلط بیگانگان بر ایران از هر نوع خدمت در دستگاه‌های آنها رویگردان شده و به صورت و کسوت عیارها در می‌آمدند و با قوانین بیگانه و غیر ایرانی آنها مبارزه می‌کردند و ناگزیر برای تحقق آمال و هدف‌های جوانمردانه خود و بروز دلاوری و فداکاری در راه استقلال کشور و دفاع از مظلومان با لباس عیاری مبدل به یک جنگجوی غیر نظامی می‌شوند و با روش‌های پنهان و آشکار با ظلم به مبارزه برمی‌خیزند. این پهلوانان عیار از قدیمی‌ترین نمونه‌های پهلوانان هستند. کتزیاس مورخ و پزشک یونانی اشاراتی به آنها داشته است و گزارش کرده است که کوروش عیاری پیشه کرده است و آستیاگ یا اژیدهاک یا ضحاک کوروش کبیر را از روی دشمنی و نفرت تبهکار خوانده است. در بندهشت آنجا که نیای فریدون که اسپیان یا اصفیان یا اصفهان نام دارد لقب میرک دارد که به مرد جوان عضو گروه جنگی اطلاق می شود. به گمان گئو ویدنبرگ ایرانشناس و زبانشناس اصطلاح فنی که برابر با این مفهوم در متون فارسی میانه کاربرد دارد حیار یا عیار است که در کارنامه اردشیر بابکان آنجا که سخن از سوارانی است که به یاری اردشیر میآیند به یاری و عیاری اشاره می شود. در دوران پس از اسلام حکام بنی امیه و بنی عباس عیاران دلاور و وطن پرست ایرانی همچون یعقوب لیث را به دروغ خارجی می نامیدند تا جنبش‌های ایرانی را به رسمیت نشناسند و این جنبش‌ها را به خارجیان نسبت دهند. از بلند آوازترین عیاران و فداکارترین و جوانمردترین آنها میتوان به یعقوب لیث صفاری، کوروش یا فریدون، کیکاووس زیاری، ابو مسلم خراسانی، بابک خرمدین، مازیار و مردابیش، عباس صفوی و کریم خان زند اشاره کرد. عیاران که در برخی متون اهل فتوت شناخته میشوند در کنار مبارزه با ظالمان پیوسته مراقب حال افراد فقیر و گروه‌های به حاشیه رانده شده بودند. خرد، راستی و مردمی بودن از جمله شعارها و سلوهای عیاران است.